سلینا گومز، ستاره اسبق پربیننده ترین سریال شبکه دیزنی به نام ویزارد آف ویورلی پلیس. در اون موقع از هر کسی میپرسیدید قطعا بهتون میگفت سلینا گومز تصویری از یک زندگی بی‌نقص و کامله، چون حجم زیادی از موفقیت و شهرت رو در سنین پایین جوانی به دست آورده بود. اما مثل همه ستاره‌هایی که وجود دارن، یک روز نور ستاره از بین میره. سلینا باید با حجم کثیری از مشکلات مقابله میکرد که خیلیاش تا همین امروز همراهشن. برخلاف سایر سلبریتی ها، مشکلات سلینا مربوط به اعتیاد به مواد مخدر یا افسردگی نیست، بلکه مشکلاتش مربوط به چیزی که به طور کامل از کنترلش خارجه. در اوایل سال 2014 سلینا از سریال محبوبش خارج شد تا تور موسیقی جهانیش رو برگزار کنه، اما آخرین تور رو در استرالیا کنسل کرد. روزنامه‌ها گزارش کردن که سلینا ماه گذشته وارد دوره پاکسازی شده، اما خب دلیلش نامعلوم بود که سلینا به چه اعتیادی دچار شده، از اعتیاد به قرص روانگردان تا اعتیاد به الکل یا اعتیادهای دیگری. و خب این تعجب برانگیز نبود، چون بهترین دوست سلینا دمی لوواتو به اعتیادش به مواد و الکل شناخته شده بود، تا اواخر اکتبر 2015 که خود سلینا طی یک مصاحبه‌ای بیان کرد دچار بیماری خودایمنی به نام لوپوس شده. اما بیماری لوپوس که یک بیماری خودایمنی هست، بیایم ببینیم که اصلا بیماری خودایمنی یعنی چی. وقتی اتفاق میفته که بدن ما تفاوت بیگانه و خودی رو نمیتونه تشخیص بده و به سلول‌های خودمون حمله میکنه. از علائم لوپوس میتونیم به خستگی بیش از حد، راش پوستی و درد مفاصل اشاره بکنیم. تازه اینا خوباش بود. اگر بیماری لوپوس تحت درمان قرار نگیره، به ارگان‌های حیاتی بدن مثل شش‌ها، مغز، کلیه‌ها و از همه بدتر به قلب میتونه آسیب برسونه و باعث مرگ بشه. سلینا مجبور به شیمی درمانی شد که یکی از تنها گزینه‌های درمان این بیماریه. هیچ درمانی برای لوپوس وجود نداره و طی چند سال آینده شرایط سلینا بدتر میشه. در سال 2016 سلینا برای برگزاری تور آلبوم جدیدش ریوایول به آمریکای شمالی، آسیا، استرالیا سفر کرد و اما به خاطر بیماریش تور اروپا و آمریکای جنوبی رو از دست داد. لوپوس علاوه بر سلامت فیزیکی سلینا، بر سلامت روان اون هم اثر کرده بود. سلینا طی یک مصاحبه‌ای گفت که از حملات عصبی و افسردگی حاصل از این بیماری رنج میبره. It just sucks. I have no idea what the fuck I'm doing. So I get the voice that comes in my head that says that you missed this, that sucked. Oh, you get a glimpse of yourself on the screen. Wow, that looks pretty fucking shitty. گرچه تیم و دوستان سلینا تمام تلاششون رو برای سلامت روان سلینا انجام دادن، اما سلینا دوباره باید وارد فاز درمانی میشد و به گفته خودش بهترین کاری بود که میتونستش انجام بده. اما با تمام درمانها و کارهایی که سلینا انجام میداد، اوضاع در سال 2017 افتضاح‌تر شد. سلینا برای چکاپ بیماریش تست سلامت کلیه‌هاشو داد که متاسفانه فهمید دچار لوپوس نفروتیته شده است. بیماری که باعث میشه کلیه‌ها ملتهب بشن و طی چند ماه از کار بیفتن و اینطوری میشه که سلینا طی چند ماه آینده کلیه‌هاشو از دست میده. بهش گفته شد که سریعاً باید پیوند کلیه زده بشه، اما لیست انتظار برای پیوند کلیه 7 تا 10 سال طول میکشید و اینجا بود که سلینا هیچ وقت نمیتونست از خانواده یا دوستان خود بخواد که کلیه‌شون رو بهش اهدا کنن و حتی اگر پیوند کلیه انجام میشد، هیچ تضمینی وجود نداشت که پیوند موفقیت آمیز باشه. اما یک روز که سلینا انقدر ناتوان شده بود که حتی نمیتونست بطری آب رو باز کنه، دوستش فرانسیا رئیسا که کنارش بود تمام ماجرا رو فهمید و بلا فاصله تصمیم گرفت که تست پیوند انجام بده. I called her assistant and I said, give me the information. I want to do this. Let alone somebody wanting to volunteer, it is incredibly difficult to find a match. The fact that she was a match, I mean, that's unbelievable. That's not real. سلینا خیلی تلاش کرد که دوستش رو منصرف کنه، اما فرانسیس تصمیم خودش رو گرفته بود. ولی فرانسیس هیچ چیزی راجع به معایب این پیوند و مضراتی که برای اهدا کننده داره نمیدونست. And I called my social worker and she told me it's going to be hard. The recipient is going to glow and she's going to recover a lot faster than the donor is because she's receiving something she needs. You're losing something you don't need to lose. It's going to be hard.
and it was very hard. بعد از انجام عمل جراحی سلینا به هوش اومد، اما سلینا علائم خوبی نشون نداد. سلینا درد شدیدی در کلیه اهدایی احساس میکرد و دلیلش چرخیدن سرخرگ ورودی به کلیه بود و دکترها مجبور شدن جراحی اضطراری رو انجام بدن و از پای سلینا رگ خارج کنن تا سرخرگ کلیه‌اش رو بازسازی کنن. I remember getting a text message from Selena saying, I'm so scared, I might die. And I was like, what? And I called, I was calling someone, and that's when she got the complication where the kidney turned and broke an artery. And she had to go back in, and they actually had to take a vein out of her leg. So she has a scar right here, and build a wall around her artery, like this whole thing. My teeth were, I was like grinding, I was freaking out. It was a 6-hour surgery that they had to do on me, and the normal kidney process is actually 2 hours. Apparently one of the arteries had flipped. I'm very thankful that there are people who know what to do in that situation. خدا رو شکر عمل دوباره جواب داد و سلینا تحت ریکاوری قرار گرفت. اما سلینا وارد افسردگی شدیدی شد که در این شرایط طبیعیه، اما سلامت روان سلینا هر روز بدتر میشد تا سال 2018 که حملات روانی بهش دست میداد. اینطوری شروع شد که صداهایی توی ذهنش میشنید که به آرامی بلندتر میشدن و گفت که فقط بخشی از این صداها رو یادش میمونه و اوضاع داشت بدتر میشد. سلینا دچار پارانویا شد و به هیچ کس اعتماد نداشت و دچار اختلال دو قطبی شدیدی شد. تغییرات مود شدید، انرژی کم، افکار عجیب. سلینا این بیماری رو برای ماه‌ها تحمل میکرد. طی این بیماری افکاری یه دفعه‌ای به سرش میزد که به همه نشون بده چقدر ثروتمنده و تصمیم گرفت برای همه ماشین بخره. اما باز شرایط تغییر کرد و جاشو با افسردگی پر کرد و خودش رو توی اتاق حبس کرد. به گفته خودش ساعتها دوست داشتم توی تخت خواب باشم و با هیچ کس صحبت نکنم. دوستانم برام غذا می آوردن چون منو دوست داشتن و اینو هیچ کس نمیدونست که من چه دردی رو دارم میکشم. گاهی اوقات پایین رفتن از پله‌ها باعث میشد نفسم بند. این بیماری باعث شده بود با والدینش به شدت پرخاشگرایانه صحبت بکنه و اما بعدش پشیمون میشد. I shouldn't have spoken to them the way that I did, and I shouldn't have treated them the way that I did sometimes, because I remember certain things that I did and I was really so mean. اما خب دلیل این همه بیماری و افسردگی برای یه نفر چی میتونه باشه؟ سلینا بعد از اینکه عمل پیوند کلیه‌اش رو انجام داده بود، هر کسی که عمل پیوند کلیه رو انجام میده باید حجم وسیعی از داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی رو مصرف بکنه که حجم زیاد این داروها باعث عوارض سمی شده بود و سلینا دچار افسردگی حاد و اختلال دو قطبی شده بود که از عوارض این داروها بود. اما بعد سلینا با روانپزشکش صحبت کرد که تشخیص او این بود: سلینا بیش از حد داره دارو مصرف میکنه که همشون با هم تداخل داره و باعث میشه تفاوت عظیمی در شخصیت سلینا شکل بگیره. اما وجود دو دارویی که برای اختلال دو قطبیش مصرف میکرد باعث شده بود که دیگه تا آخر عمرش نتونه مادر بشه. درست همانند بیماری لوپوس، بیماری اختلال دو قطبی هم درمانی نداره و سلینا باید باهاشون تا آخر عمر زندگی بکنه. My whole life since I was a kid I've been working, and the only thing that I want is like a feel. I just like want to be like a mom. این بیماری‌ها برای هر کسی میتونه سخت باشه، اما برای کسی به معروفیت سلینا خیلی خیلی سخت داره. اون یکی از شناخته شده ترین سلبریتی های جهانه و همچنین رابطش با جاستین بیبر اونو به یکی از شناخته شده ترین کاپل های دنیا تبدیل کرده بود. هر چیزی که سلینا بگه و انجام بده توسط طرفداران و رسانه ها آنالیز میشه. یکی از مسائلی که سالیان در موردش بحث میشه تناسب اندام و وزن اون بوده. در سال 2023 سلینا برای سریال Only Murders in the Building نامزد دریافت جایزه گلدن گلوب شد که قرار بود برای شبی خاطر انگیز باشه، اما تبدیل به تهدید و کابوسی شد که ماه‌ها درگیرش شد. اینکه چقدر وزن گرفته و مثل سابق نیست. دارویی که برای لوپوس استفاده میکنه باعث شده اضافه وزن بگیره. یکی از دلایلی که سلینا سالیان سال از این اینستاگرام استفاده نمیکنه همینه. برای همین قضاوت هایی که میشد. با اینکه سلینا بیشتر از 30 سال سن نداره، اما بیشتر عمر خودش رو در بیمارستان ها و درمانگاه ها تحت درمان بوده. من واقعا خودم به شخصی دوست ندارم انقدر معروف و مشهور باشم ولی کل زندگیمو تقریبا توی بیمارستان باشم و تحت درمان باشم.
امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. ممنون میشم که منو سابسکرایب بکنید تا کارهای بیشتری رو انجام بدم. مراقب سلامتیتون باشین. دوستتون دارم.